عباس صفوی یکی از بزرگترین فرماندهان تاریخ ایران بود که با استراتژی‌های هوشمندانه و رهبری قوی خود ایران را از بحران‌های بزرگ نجات داد. او در جنگ‌هایش علیه عثمانی‌ها توانست بخش‌های زیادی از خاک ایران که قبلا از دست رفته بود را دوباره پس بگیره و مرزهای ایران را تقویت کنه. همچنین شاه عباس با بازپسگیری قندهار از مغول‌هایی که دیگر از دستاوردهای بزرگ خود را ثبت کرد. اما شاید بزرگترین پیروزی او شکست دادن پرتغالی‌ها در خلیج فارس باشد. پرتغالی‌ها جزیره هرمز را در اختیار داشتند و کنترل زیادی بر تجارت دریایی منطقه داشتند. شاه عباس با یک استراتژی دقیق توانست این جزیره را از آنها پس بگیرد و پرتغالی‌ها را از خلیج فارس بیرون کند. این پیروزی به تأسیس امنیت در منطقه کمک کرد و باعث شد که خلیج فارس به عنوان نام رسمی منطقه برای همیشه ثبت شود. شاه عباس با این موفقیت‌ها جایگاه خود را به عنوان یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران تثبیت کرد. به افتخارش لایک و سابسکرایب کن.